سلام و صد سلام. یه سیب زمینی طبیعی میخوایم درست کنیم. سیب زمینی رو کاملا میشوریم، بعد سیب زمینی رو با پوست و درشت ریز میکنید. یه قابلمه آب رو میذارید روی گاز تا بجوشه. بریم بچه به این شکل. سیب زمینی وقتی که با پوست شما برشش بدید، یک خاصیتی که داره اینه که زودتر پخته میشه. فعلتونم از 10 دقیقه رو قبلش بذاریم گرم بشه. خب مقداری پنیر پیتزا، قارچ، کالباس رنده شدم به سلیقه خودتون حالا در ادامه بهش میرسیم، میتونین اضافه کنید. بذارین روی گاز کاملا بپزه. یک سطل آب به همراه کلی یخ آماده کنید. بریم حالا تا بهش برسیم. خب بچه ببینید، حالا وقتی که داره آبتون جوش میاد، شما یه مقداری خب بچه بعد از 30 دقیقه سیب زمینی رو از آب خارج میکنید. یه همچین حالتیه. بعد کاری که باید بکنید اینه که یخ اضافه کنید. ما یخ و آب رو اضافه میکنیم. کاری 2-3 دقیقه توی آب و یخ باشه. کاری که آب و یخ میکنه یه شوک به سیب زمینی داغ ما میده. بعد به این شکل توی سینی فر سیب زمینی ها رو میذاریم. این شد خروجی اولیه. میذاریمش داخل فر به مدت 1 رو. توی این 1 رو میایم سس رومونو که براش میخوایم آماده میکنیم. کالباس، پنیر پیتزا، قارچ به دلخواه هر کدوم رو میخواین اضافه کنین یا هر کدوم رو میخواین کم کنین. خب این خروجیه کار. حالا برای سسمون هم میتونیم توی مایتابه روغن زیتون رو با اینا ترکیب کنیم، هم میتونیم توی ظرف کریستالی بذاریم و بذاریمش توی فر. حالا میذاریم توی ظرف کریستالی. این بچه ها کالباس رنده شده، بعد سس خردل،
سس تند، سس کچاپ، سس هم آخر باشه، سرصدای دیگه ازش میاد، و پنیر پیتزا. قارچ هم میتونید بهش اضاف کنید که ما نداشتیم و اضاف نکردیم. خب اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. روغن زیتون، ترکیب زدیم و همه جای ظرف که روی تمامی سیب زمینی رو بگیره. دوباره میذاریمش داخل فر. بله، این خروجی انتهای کار. گوشه یکم طلایی میشه و بریم ببینیم طعمش چی شد. یکی از نعمت‌های الهی است. فعلا بدرود.